مایل هستم سوالهایی رو به صورت یک خط زمانی کمی پیشتر از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران تا به امروز از شما مطرح کنم. لطفاً پیش از شروع خودتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید. من امیر شوبری هستم، متولد تهران هستم و موقعی که انقلاب شد 16 سالم بود. بسیار خوب. میشه لطف کنید که از وضعیت کاریتون، وضعیت زندگیتون هم یه مقدار برای ما توضیح بدید و از کی در آلمان هستید؟ من متخصص مغز و اعصاب و متخصص روانپزشکی و روان درمانی هستم. در 19 سالگی از ایران فرار کردم و از سال 1983 یعنی 1362 در آلمان هستم. بسیار خوب. خب شما تقریباً 16 ساله بودید که انقلاب شد. اعدام مخالفین، روشنفکران و دگراندیشان، تفکیک جنسیتی، حجاب اجباری به دستور خمینی، انقلاب فرهنگی و جنگ. دوست دارم کمی از این جو و شرایط از زبان شما بشنوم. به چه صورت بود؟ من سال 1341 به دنیا آمدم. توی کودک دبستان و مدرسه درسای انقلاب سفید رو میخوندیم و جزو اون نسلی بودیم که فکر میکردیم ایران به زودی ابرقدرت میشه. دبیرستان دانشگاه ملی میرفتم که دبیرستان مختلطی بود و موقعی که انقلاب شروع شد من توی دفتر خاطراتم نوشته بودم که اینا خرابکارهایی هستن که میخوان نذارن ما موفق بشیم و میخوان زنها و دخترای کشورمون رو به قعر سیاهی بفرستن. موقعی که انقلاب اتفاق افتاد تحملش برای ما جوونا راحت تر بود. فکر میکنم نسل گذشته ما تقریبا نمیدونست چه اتفاقی افتاده و چی کار باید کرد. برای ما یه مقدار حالت ماجراجویی داشتش. اتفاقی که میافتاد و قدم به قدم دانشگاه ها رو میبستن یا همون اول انقلاب مقدار زیادی از امرای ارتش رو دستن در کارهای دولت زمان شاه رو اعدام کردن. اینا باعث میشد که جامعه از دید ما خیلی سریع به خشونت گرایش پیدا کنه. یعنی ما هم تفریحاتمون شده بود تیراندازی یا صحبت‌های خشن یا هواپیماهای جنگی یا ساختن نارنجک دستساز، کوکتل مولوتوف، سراحی. همون با کاپشن‌های ارتشی را می‌رفتیم و در اون 16-17 سالگی از این جو پرهیجان لذت هم می‌بردیم تا موقعی که یواش یواش سرکوبا شروع شد، بسته شدن روزنامه‌ها شروع شد، کشتار مخالفین شروع شد. روزایی رسید که در هر روز چند صد نفر رو اعدام می‌کردن و جنگ شروع شد. یعنی اتفاقایی که پشت سر هم می‌افتاد درکشو برای ما سخت کرده بود. فقط متوجه می‌شدیم درهای به طرف آینده دونه دونه بسته میشن، دانشگاه‌ها بسته میشن، مرزهای خروجی از کشور بسته میشن، جنگ میاد جلوی چشم ما، نوبت سربازی میشه و یه زمانی متوجه شدیم که تو ایران گیر افتادیم. من به خاطر جوونیم دوست داشتم جنگ کردن و به صورت یک بازی. بعد متوجه میشدم دوستان کشته میشن ولی ازشون سوء استفاده میشه. حزب اللهی‌ها میرزن خونهشون، پدر مادرشون نمیتونن آگهی بدن که این بچه به خاطر کشورش کشته شده. باید مجبور بودن بنویسن به خاطر اسلام کشته شده. و با اون ارق ملی که اون موقع داشتم حتی دفترچه آماده به خدمت گرفته بودم که برم سربازی، که عراق درخواست صلح داد و خمینی گفت نه ما از طریق خرمشهر میخوایم بریم حالا اورشلیم رو بگیریم، که یادم اون موقع به خودم گفتم نه دیگه شما خودتون تنهایی بریم، من با شما نمیام. راههای خروجی بسته بود. هر روز بیشتر ما رو توی خیابونا میگرفتن و میپرسیدن که چرا سربازی نرفتی. من چون یه برگه آماده به خدمت داشتم که تاریخ نداشت، همیشه میگفتم تا 2 هفته دیگه من میرم به جبهه و اونا تبریک میگفتن که انشالله شهید بشی و منم تشکر میکردم. به هر حال جو جوری شده بود که گاهی پیشش میامد روزی 2 بار 3 بار من توی خیابون میگرفتن. دوره ترور بود. هر بار وحشت بیشتر میشد و شرایط موندن در ایران سخت‌تر میشد. نهایتاً با خاطر اینکه مرزها هم بسته بود، منم مثل خیلی از دوستام دونه دونه از ایران فرار کردیم. اون موقع هدف تحصیل کردن بود. من یادمه که به پسر
خالم گفته بودم که من میرم دکتر بشم تا برگردم به مردمم خدمت کنم، 7 سال دیگه میام. فرار اولم با شکست مواجه شد. چند روز بعد که برگشتم پسر خاله 4 سالم از من پرسید امیر جون دکتر شدی؟ زمان فرار ما، من 2 سال بود داشتم سعی میکردم فرار بکنم، هر دفعه به دلایل امنیتی، گرفته شدن قاچاقچی، فرار بنی صدر، این عملی نمیشد. به حال موقعی ما از ایران فرار کردیم که زمستون خیلی سردی بود، آذر ماه 1361 بودش. ما از مرز ترکیه فرار کردیم. فرار 5 شب به طول کشید با سرمای منفی 30 درجه، 1.5 متر برف، تب، سرمازدگی. ما افتادم توی رودخونه و با اینکه ایران کوهنورد بودم و دماوندم رفته بودم، شرایطی بود که هر لحظه مرگ و جلو چشم میدیدم و در یه شرایط خیلی خاصی که پاسگاه‌های ترکیه ما رو تشخیص دادن، نورافکن روی ما انداختن، ما خودمون رو زیر برف قایم کردیم و هر بار که نورافکن میرفت کنار ما میدویدیم و دوباره خودمون رو قایم میکردیم. یاد یه فیلم آلمانی افتاده بودم که چطوری فراریا میخواستن از کوههای پربرف به طرف سوئیس فرار بکنن از دست نازیای آلمانی و تو اون صحنه خندم گرفته بود که خودم دارم مشابه همین حرکت ها انجام میدم. بسیار خوب دکتر جان، همونجور که فرمودید زمان شما هر کسی عقاید رنگارنگی داشت یا عقاید گوناگونی داشت بر خلاف جهت نظام جمهوری اسلامی، خب قطعاً یا باید تحمل میکرد و حرفی نمیزد و یا باید جونش در خطر مینداخت و خب یک جنگی رو راه انداختن و میخواستن از این جنگ یک بهره برداری ایدئولوژیکی بکنن و همه رو مجبور کردن که به این جنگ برن به نیت اینکه شهید بشن و کشته بشن و هدف این جنگ، تبلیغات این جنگ از کربلا تا قدس بود. خب شما یک روشنفکر بودید، همونجور که فرمودید، خب گرایش مذهبی هم ندارید. چطور میتونست این عقاید شما، این خواسته های شما زندگی شما رو در خطر بندازه و شرایط روحی شما در آن زمان چطور بود؟ شرایط اینجوری شده بود که راه فراری نبودش، یعنی راه خروج بسته بود، دانشگاه ها بسته بودن و تبلیغات شدید جنگی که چه به عنوان بسیجی و ارتش 20 میلیونی چه به عنوان سرباز آدم بره خدمت. من خودم اون موقع به عنوان آدم جوان جنگو دوست داشتم. دوستای منم که از من 1 سال بزرگتر بودن در جنگ بودن و میدیدم که چه به روحشون چه اتفاقایی براشون میفته. وقتی عراقی رو میکشن چند وقت زجر میکشن از این، وقتی عکس زن و بچه اون عراقی رو از تو جیبش در میارن چه حالتی بهشون دست میده. وقتی دوستام در 20 سالگی کشته میشدن ما میرفتیم سر قبرشون چه احساسی بهمون دست میداد. با خودمون فکر میکردیم انسان برای کشته شدن در 20 سالگی به دنیا نیامده. از یه طرف ارق ملی که خب همیشه در ما دمیده بودن درمون هنوز وجود داشت. افکارهای مذهبی رو من نداشتم. از همون موقع که انقلاب شد مجبور شدم فکر کنم که من به چی علاقه دارم یا به چی عقیده دارم. فهمیدم من به خدا و اسلام عقیده ندارم. تصور این که یه عده‌ای منو بفرستن روی میدون مین و بگن بکش و کشته بشو میری بهشت برای من خیلی سخت بود. ممکن بود به خاطر یه ارتشی که مثلا برای جون من ارزش قائل باشه حاضر باشم برم از کشورم دفاع بکنم، ولی این دیوونگی، این کلیدای بهشت که گردن مردم مینداختن، این تبلیغات که برین روی میدون مین، اینا رو من تحمل نمی کردم. دوستام که جبهه بودن توی لشکر 21 حمزه می اومدن برام تعریف میکردن چجوری دست اسیرای عراقی رو میکشن، چجوری با بسیجی ها می جنگن که اسراشون رو نکشن، چجوری پاسدارا میان اینا رو قتل عام میکنن. اینا همه تأثیراتی بود که روح من باعث میشد تصمیم بگیرم نه من همچین کاری رو نمیخوام بکنم. بسیار خوب. خب میرسیم به موضوع فرار. از تصمیم تا دشواری‌های فرار و کشورهای پیش راهتان تا زمانی که پا به خاک آلمان گذاشتید. و چرا آلمان؟ لطفاً یکم برای این توضیح.
اطلاعات برای فرار و اینکه بعد از فرار چجوریه سال 1360 1361 خیلی کم بود. ماهواره و تلویزیون به خارج وجود نداشتش. رادیو BBC بود و رادیوی اسرائیل بود که و رادیو عراق بود که مردم زیاد گوش میکردن. ولی اینکه بعد از فرار چه اتفاقی میفته، کجا میشه رفت، چه جوری میشه درس خوند، ما هیچ اطلاعاتی نداشتیم. در نتیجه مجبور شدیم دل به دریا بزنیم، بگیم ما اول فرار میکنیم و بعد سعی میکنیم ببینیم حالا چی کار میشه کردش. دو راه فرار اون موقع وجود داشت، یکی از طرف ترکیه، یکی از طرف پاکستان. غیر از کسایی که شاید مثلا بعد از انقلاب مجبور شدن فرار بکنن، فکر میکنم من جزو نسل اولی بودم که به خاطر جنگ و بعد از بسته شدن مرز سال 60-61 شروع کردیم به فرار کردن. هنوز اطلاعات به اون صورت وجود نداشت. ما مسیر ترکیه رو انتخاب کردیم. فرقی هم نمی‌کرد، قاچاقچی اولی می‌خواست ما رو از پاکستان ببره، ما حاضر بودیم. قاچاقچی دومی می‌خواست از ترکیه ببره، ما حاضر بودیم. زمان به زمستان برخورد که خب من سرمازدگی شدید دچارش شدم و این کابوسای لحظه‌ای که پای مرگ بودم هنوزم گاهی منو همراهی میکنه. وقتی زمستونا سرد میشه، این صحنه‌هایی که من 4 دست و پا توی برف میخزیدم هنوز جلو چشمم میاد، به عنوان لطمه‌های روحی که فراریا دچارش میشن. وقتی که ما به استانبول رسیدیم متوجه شدیم که راه همه بسته است. فرار کردن، ویزا گرفتن غیر ممکنه. اون تصورات ساده لوحانه‌ای که داشتیم که میریم حالا به سفارت آلمان یا انگلستان ما میگیم اومدیم میخوایم درس بخونیم، اصلا غیر ممکن بود. تازه اونجا فهمیدیم که ویزا رو میشه از کشوری که محل اقامته گرفت و نه از هر جایی. ما هم اضافه شدیم به صدها هزار نفر ایرانی که در استانبول بدون هدف بودن با پاسپورت‌های جعلی یا بدون پاسپورت. 3 ماه من در استانبول بودم. دوره‌های سختی بود. اون موقع پناهندگی هنوز مد نشده بود. لغت پناهندگی رو من از فیلم‌های امریکایی میشناختم که مربوط به جنگ سرد میشد. برام یه چیزی بود مثل خیانت کردن به کشور یا جاسوسی. ولی بعد از مدتی متوجه شدیم راهی نیست. امکان اقامت با پاسپورتی که من داشتم و تمدیدش جعلی بود در ترکیه نیستش. اگه میخواستم در ترکیه بمونم همیشه باید درگیر قاچاقچی و حالتهای غیر قانونی بودن میبودم. موقعی که به نتیجه رسیدم که راهی غیر از پناهندگی نیست، هنوز فهموندنش به خانواده در ایران سخت بود. اونا امیدوار بودن که راه دیگه پیدا بشه، ولی ما که ترکیه بودیم میدونستیم راهی غیر از این نیستش. دوره خیلی سختی بود این تصمیم و تصمیم این که آدم به یک کشور اروپایی بره و پناهنده بشه خیلی سخت بود. برای من مثل پریدن پشت پرده سیاهی بود که نمیدونستیم پشتش چه خبره. سال 1061 خروج همه ایرانی‌ها از ایران ممنوع بود. من انقلاب شوروی رو جلو چشمم داشتم و دیوار آهنین و فکر میکردم ممکنه 60 سال یا 70 سال بگذره و من دیگه نتونم به ایران برگردم یا نتونم عزیزانم ببینم. برای همین تصمیم پناهندگی گرفتن تصمیم خیلی مشکلی بودش. بسیار خوب. و خلاصه از اون شرایط سخت در ترکیه رهایی پیدا کردیم و به سمت آلمان اومدیم. خب شرایط آلمان در آن موقع به چه شکل بود و زندگی در کمپ پناهجویی رو لطفاً برامون کمی توضیح بدید. تنها اطلاعاتی که ما ترکیه داشتیم از آلمان این بودش که شرایط خیلی بده، ما رو به کمپ و اردوگاه میفرستن و ممکنه به قبرکنی ما رو وادارن و اردوگاه کار اجباری اونجا داره. یه نفر میگفت دوست ولیعهد رو به این کار رو واداشتن و ما کاری نتونستیم براش بکنیم. اطلاعاتی که در دستمون بود خیلی محدود بود. هر قاچاقچی بسته به راهی که میخواست کات خب به آلمان رسیدید و تهدیداتی هم از سمت سوی قاچاقچی‌ها و شرایط آلمان، اردوگاه‌های اجباری کار و رسیدید به آلمان. از اینجا به بعد رو برای ما توضیح بدید، بحث کنید که چطور بود. من سال
فوریه 1983 به آلمان رسیدم. اولین بهار موقعی که عید شد و ما میخواستیم کارت تبریک به ایران بفرستیم، اینجا هنوز هوا سرد بود، هیچ شکوفه‌ای زده نشده بود و من این احساس دوری عمیق و از ایران داشتم که فکر میکردم دیگه هیچ موقع دستم به خانواده نمیرسه. احساس میکردم من مردم و دارم از یه دنیای دیگه به اونا نگاه میکنم، یا همه خانواده من مردن، همه دوستان مردن و من تنها موندم. توی جامعه آلمان تماس مثبتی تا ماها من با کسی نداشتم. بعد از چند ماه منو فرستادن اردوگاه پناهندگی سیلندورف، اونجا سنترال زامنلاگه فو آسلندم. دوستان قبل اینکه برم توی اردوگاه به هم میخندیدن به خاطر اسم اردوگاه، میگفتن اونجا حتما سوسماردار و سیمخاردار. موقعی که وارد اردوگاه شدم 6 صبح یه نگهبان بد اخلاق در رو باز کرد، بالای درم سیمخاردار بود. منو برد توی اتاق بزرگی با حدود 60 تا تخت 2 طبقه، همشون بدون ملافه، خالی خالی، در رو قفل کرد و رفت بدون یک کلمه حرف. من اونجا که نشسته بودم احساس کردم توی دلم آشوب شدم. اون موقع نمیفهمیدم که این احساس ترس شدیدیه که من دارم، نمیدونستم چه اتفاقی داره برام میفته. روزهای بعد یواش یواش با شرایط اردوگاه آشنا شدم. چند تا ایرانی اونجا بودن. اون موقع سالایی بود که برای اون زمان حالت بحران پناهندگی بود، بین 100,000 تا 300,000 نفر پناهنده می اومدن با آلمان. زمان جنگ داخلی لبنان بود، زمان شلوغی ترکیه و حکومت نظامی بود، افغانستان جنگ شروع شده بود، ایران انقلاب شده بود، فراریایی هم از بنگلادش می اومدن، اونجام کشدار بود و همون موقع جو ضد خارجی و ضد پناهندگی وجود داشت. تا اونجا که من فهمیدم همون موقعی بود که هلموت کول انتخاباتو پیروز شد توش و مقداری از تبلیغات هلموت کول به خاطر بر همین اساس بود که خارجی اینجا زیادن و ما دیگه اونا رو نمیخوایم. موقعی که توی هم پناهندگی بودم مصاحبه‌ای با من شد. از طریق اون مصاحبه من فهمیدم که اون موقع فریدریش سیمنمان از هلت به CSU یعنی مسیحیای سوسیالیست توی سر کار بودن که روش اونا این بود که آنقدر ما رو اذیت بکنن که ما به بقیه بگیم نیاین دیگه، اینجا آلمان جای خوبی نیستش و تقریبا هم موفق شدن. ما دیگه به دوستان میگفتیم اینجا جای خوبی نیستش نیاین. اردوگاه اتاقای 10 تخته داشتش، تختای 2 طبقه. 2 نوع کار اجباری وجود داشت. یکیش خب تمیز کردن ساختمون بود که جزو کار هممون بود و ما این کار انجام میدادیم. دیگریش این بود که کارتی که ما باهاش میتونستیم از اردوگاه خارج شیم، موقع گرفتن غذا از ما میگرفتن و ما تا موقعی که اون کار اجباری لازمه رو انجام نداده بودیم نمیتونستیم از اردوگاه خارج شیم. گاهی جارو کردن زمین بود، گاهی اسباب کشی برای اداره پلیس بودش. خودم مجبور قبرکنی نشدم ولی دوستایی داشتم که توی مجبور شده بودن قبرکنی هم بکنن. درسته ما ایران از کار میترسیم و برامون کار بده. من آماده بودم ولی هر کاری رو بکنم، میخواستم اینجا به هر کاری تن در بدم. سخت بود ولی برای اینکه نوع رفتار اینجور که کارت ما رو میگرفتن از ما و اون بی احترامی که به ما میکردن، اینکه هرچی من بهشون میگفتم شما به من نباید تو بگین، باید شما بگین، با این حال تو میگفتن، اونجور که کارت یا غذا رو جلوی ما پرت میکردن، نوعی نفرت و کینه به وجود می آورد. من هیچ وقت تو عمرم اینقدر سیاسی نبودم و اینقدر سرسخت نبودم مثل اون موقعی که تو اردوگاه بودم. سرایدار اردوگاه برای سرشماری هر روز می اومد توی اتاقا که ببینه همه هستن یا نه، با لگد به تختمون میزد و ما بیدار شیم و حاضر جوابش رو پاسخ بدیم. دوره‌ای بود که پر از خشم بودم، پر از کینه بودم. توی هر اتاقی که میرفتم، اتاقای مخصوص مربوط به ثبت نام کردن یا گرفتن قاشق یا گرفتن ملافه، دائم میشنیدیم که اومدین کشور ما چیکار، برین گمشین، برین کشور خودتون. موقعی که من آلمان اومده بودم به تصور اشتباهی از همون فیلم‌های زمان جنگ سرد که ما تلویزیون ایران می‌دیدیم فکر می‌کردم حالا که ما فرار کردیم و به جهان آزاد اومدیم از ما استقبالم میشه. خیلی برام تعجب آور بود که ما اینجوری به عنوان آشغال با همون برخورد میشد.
موقعی که تازه به آلمان رسیده بودم پیش خودم اون عوالم 19 سالگی 20 سالگی فکر میکردم حالا دیگه میخوام شهروند جهان بشم. اون موقع از اوریالا فالچی خیلی خوشم میامد، کتابای اونو میخوندم و فکر میکردم به نوعی میتونم در این جهان آزاد نقشی داشته باشم. منتها خیلی سخت منو کوفتن توی یک دنیایی از پناهندگی، از پارازیت بودن، از سربار بودن و این خشمی در من به وجود آورد که سالها به همراه من بود و من سالها از آلمانیا و آلمان بدم میامد. بسیار خوب. فشار بسیار زیادی از لحاظ اجتماعی، رفتاری و سیاسی بر دوش شما و روحیه شما بود. اما با این حال تصمیم گرفتید که مراحل پیشرفت و ترقی خودتان را ادامه بدید و ادغام در جامعه آلمان را به سرانجام برسونید. از کجا شروع شد این ایده که رشد خودتون رو توی آلمان دیدید و برای رسیدن به پیشرفت تلاش خودتون شروع کردید؟ من همیشه فکر میکردم به ملتم مدیونم و باید پزشک بشم و به ملتم یا به انسان‌ها کمک بکنم. این تصوری بود که از بچگی در ذهنم داشتم. پدرم هم پزشک بود و من میدیدم که چجوری بیمارانی که پول ندارن مجانی درمان میکنه و از طرف مادرم هم همیشه این در ذهنم بود که به مردم کمک بکن و کار مردم رو راه بنداز. تمام این اتفاقاتی که افتاد و توی اردوگاه و دیگر سختی‌ها باعث شده بود که من بدون اینکه خودم بفهمم افسرده شده بودم، اضطراب داشتم و بیخوابی داشتم، تلخ شده بودم، به مردم اعتماد نمی‌کردم. اون موقع جو ایرانی‌ها هم خیلی چپگرا بودن. چون من چپگرا نبودم دوربین عکاسیمو توی اردوگاه دزدیدن و گفتن که مصادره انقلابیش کردیم، چون تو خودت ضد انقلاب هستی. و اینا همه لطمه هایی بود که من سالها با خودم هم کردم، ولی هدفی که داشتم که تحصیل بکنم به همراه هم مونده بود. باید بگم در این حال که این لطمه های روحی رو من دیدم به خاطر سیاست اون زمان یا اصولا شرایطی که ما توش بودیم، شرایط پرندگی هیچ وقت شرایط خوبی نیست و اون موقع خب دولت آلمان هم قصد داشت زندگی ما رو سخت بکنه. در این حال در آلمان امکانات زیادی است که باید بگم الان متشکر و مدیونم هستم. بورسه‌ای بود به اسم اون اوتوبنک اشتیفتونگ. اینها اون موقع به کسایی که از جهان شرق از پشت دیوار آهنین فرار کرده بودن بورس میدادن برای تحصیل دانشگاهی. ما هم جزو اونا حساب شدیم، بورسی گرفتن برای آلمانی خوندن. دولت آلمان به همه کسایی که اجازه تحصیل دارن کمک هزینه تحصیلی میده. من کمک هزینه‌ای گرفتم که البته طبق قانون اون موقع همشو باید پس میدادم و پس دادم و هنوزم دارم پس میدم فکر میکنم، ولی به خاطر امکاناتی که اینجا هستش تونستم دانشگاه مجانی برم و کمک هزینه تحصیلی بگیرم و پزشک بشم. و وقتی خودم رو مقایسه میکنم با شرایطی که مثلا افغانی‌ها در ایران دارن، هم شرمسار میشم از شرایط ایران و هم متشکر هستم از شرایطی که آلمان در اختیار ما گذاشت. بسیار خوب. مراحل ترقی رو ادامه دادید و پیشرفت کردید در جامعه آلمان. از دیدگاه یک شهروند آلمان در حال حاضر و یک روانپزشک، شرایط کنونی جامعه آلمان را برای ادغام شدن مهاجرین به چه شکل می‌بینید؟ من از پیشرفتی که آلمان در این 33 سال گذشته کرده خیلی خوشحال و راضی هستم. البته خب اون موقع من آلمان رو از دیدگاه یک پناهنده ناخواسته می‌دیدم، حالا آلمان از دیدگاه یک پزشک می‌بینم که موفقه. با این حال فکر میکنم آلمان از حالت نیمه روستایی و از جهان آزاد عقب مونده پیشرفت‌های بزرگی کرده و در دهکده جهانی خیلی بازتر شده، فرهنگش چند لایه تر شده، مردمش بازتر شدن. اون موقع من یادمه هیچ کمکی از طرف مردم نمیشد. تنها مهربونی که من اولین بار بعد از 8 ماه در آلمان دیدم، با دوستم رفته بودیم یک سالن رختشویی داشتیم سر کله میزنیم که لباسامون رو چطوری بشوریم. یه خانم میان سالی اومد و خندید و گفت هان مادرتون نیست، حالا باید خودتون این کارو بکنین. این اولین برخورد انسانی بود که من بعد از 8 ماه در آلمان دیدم. الان توی مطب که میشینم میبینم آلمانی‌ها میان
جز خودشون اتحادیه‌ای درست کردن. در این شهر ما پهنه مثلا به اسم خانواده به خانواده کمک میکنه، خانواده‌های آلمانی هستن که به خانواده‌های سوری کمک میکنن، باشون دکتر میان براشون ترجمه میکنن. وقتی که میرم توی اردوگاه پناهندگی میبینم چطوری داوطلبا اونجا هستن، برای بچه‌ها اسباب بازی آوردن، بهشون آلمانی یاد میدن. متوجه میشم در این جامعه تغییری کرده. فکر میکنم خیلی از جوان‌ها در طول این سالها روی نیمکت‌های مدرسه‌های بزرگ شدن که بغل دستشون افراد دیگه‌ای بودن از جامعه‌های دیگه و تونستن اینا همدیگر رو بشناسن و با هم بزرگ بشن. وقتی مجسم میکنم که اون موقع کسایی که من وارد شدم هنوز کسایی بودن که تجربیات جنگ و پشت سرشون داشتن و از سالهای سختی و پرگرسنگی 1940 1950 1960 به ما برخورد کرده بودن، میتونم متوجه بشم که چرا زندگیشون اینقدر سخت بوده. الان چون خودم پناهنده بودم و تاریخ آلمان رو میدونم و میدونم که چجوری میلیون ها نفر از خود آلمانی ها از سرزمین‌های شرقی آلمان به عنوان پناهنده اینجا آمدن و چه زندگی سختی داشتن، فکر میکنم که درک خود آلمانیان برام راحت تر باشه. زندگیشون خیلی سخت بوده، تجربیات جنگ خیلی وحشتناک روشون تاثیر گذاشته و این لطمه‌های روحی که در طول اون سالها دیدن نسل به نسل‌های بعدی میدن و افرادی که میان پیش من متوجه میشن که هنوز چطوری روحشون زخمیه از تمام دوران وحشتناک تاریخ گذشته آلمان. زخم‌هایی که پناهنده‌های فعلی ایرانی، سوری، پناهنده‌های افغانی، پناهنده‌های لبنانی اونام در روح خودشون دارن و این هر روز برای من روشن‌تر میشه که یک جنگ فقط نه و سرکوب و اعدام فقط نه در یک نسل بلکه در نسل‌های بیشماری زخم‌ها رو به اثر میذاره و باید سخت بکوشیم که از جنگ و از کشتار دوری کنیم. بسیار خوب. اوکی. دکتر، وضعیت حقوق بشر در ایران را طی 38 سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ زمانی که من 16 ساله شدم و انقلاب شد هیچ تصور خاصی از حقوق بشر نداشتیم. اون موقع که اعدام شروع شد درست از اطرافیان من مردم اعدام می شدن ولی بیشتر جامعه ذوق می کرد و نمیدونست که این بلا سر خودشون هم باید بیاد. در دوره‌های لغت لیبرالیسم و حقوق بشر جزو فحشا حساب می شد و مردم هم دیگه اینجوری حمله می کردن. در اون دوره پرآشوب سالهای 60 بدترین جنایت‌ها انجام شد و متاسفانه این همچنین انابه داره. نه مثل اون موقع که روزی چند صد نفر رو اعدام می‌کردن، ولی من هنوز از شنیدن اخبار از شکنجه ها، از زندان ها و از ظلم ها دلم خیلی به درد میاد. اینجا به عنوان متخصص روانپزشکی متاسفانه هفته چند نفر انسانای شکنجه دیده، انسانایی که توی زندان بودن، انسانایی که زخمای روحی رو با خودشون دارن میبینم اینجا. افرادی که همون ماهای اول بعد از انقلاب شکنجه شدن، افرادی که سالهای 60 تو زندان بودن، افرادی که بعد سال 88 شکنجه شدن و این خیلی دردناکه که کشور من یه همچین موقعیتی رو از لحاظ حقوق بشر داره. متاسفانه بیش از اون متوجه میشم که این ظلم پذیری و ظلم کردن وارد اجتماع شده. افرادی پیش من میان که از طرف دولت به خصوص بهشون ظلم نشده ولی از طرف خانواده، از طرف کارفرما، از طرف اجتماع. تعجب میکنم به خصوص به خاطر این موج جدید پناهنده هایی که میان اینجا. چه افرادی میان اینجا، چه لطمه هایی دیدن، چه ظلمایی بهشون شده. افغانی هایی که از ایران میان واسه شرمساری منه که باشون چی کار کردن. از این لحاظ میبینم که این 30 و چند سال گذشته تا حدود زیادی کمر جامعه ایرانو شکونده. من نمیتونم فقط به طبقه متوسط فکر بکنم. الان که اینجا هستم بیش از اون حالت که در ایران دارم. وقتی میرم ایران خانواده‌مو میبینم، اطرافیانمو میبینم، تحصیل کرده ها رو میبینم. اینجا تو آلمان شهرستانی ها رو میبینم، درس نخونده ها رو میبینم، کارمندای شرکت نفت رو میبینم و خیلی دردناکه که چه اتفاقی برای کشور ما میفته.
از دیدگاه کسی که 33 سال آلمانه و یه مقدار از اون حالتهای ایرانی فاصله گرفته، همون احترامای دایجان ناپلئونی، احترام به بالا سر بالاتر از خود، احترام به ملاها، احترام به بزرگتر، اینا همه برای من قدم‌هایی هست در راه سرکوب حقوق بشری. دروغ‌هایی که به هم میگیم، احترامای بیخودی که میذاریم، ادبی که فکر میکنیم باید داشته باشیم، از دید من لایه‌های پیچ در پیچ و پیچ خورده روح ایرانیه که سالهای سال طول میکشه که در یک حکومت احتمالی دموکراتیک مردم بتونن از این ترس هایی که درشون نهفته شده، نسل در نسل دروغ گفتن، حرفشون رو نزدن، تو سری خوردن، ملاحظه کاری کردن، دور بشن. خیلی طول خواهد کشید. بسیار خوب. همونجور که میدونید یک دولت اصلاح طلب در حال حاضر قدرت دولت ایران رو به دست گرفته و رسانه ها دارن طوری تبلیغ میکنن که یک دولت رفرمیست اصلاح طلب روی کار اومده و دنیا داره با ایران تعامل میکنه. آیا به نظر شما این روند تغییر خواهد کرد؟ من 33 سال ایران نیستم و جواب این سوال نمیتونم بدم. موقع انتخابات که میشه، دوستایی که ایران دارم همشون ذوق میکنن به اینکه شاید تغییری اتفاق بیفته و میرن رأی میدن و من از راه دور نمیدونم آیا اینا دچار سندروم استکهلم هستن و با گروگانگیرشون همدلی میکنن یا واقعا شانسی برای اینا وجود داره در ایران. فکر میکنم تنها امیدی که هست از راه آگاهی، از راه روشنگری و از راه صداقت. اینکه آیا نیروهای اصلاح طلب به اصطلاح که خودشون شریکند از دزدی، شریکند در سرکوب، بتونن تغییری ایجاد کنن، فکر نمی کنم، ولی توانایی گفتنش هم ندارم. من در بطن جامعه نیستم، جامعه رو از این سوراخ کوچیک اتاق کوچیک مطبم میبینم، از کسایی میبینم که از دریا گذشتن، فامیلاشون رو تو آب دیدن چجوری غرق میشن، پشت مرز مقدونیه لباشون رو دوختن، توی مجارستان کتک خوردن، اینجا زیر آسمون آزاد خوابیدن، میترسن. دیدگاه من از ایران از این دیدگاه تنگه. اون کسایی که پول دارن ایران، زد و بند میکنن، خونه دارن، ماشین دارن، فقر رو هر روز تحمل میکنن، یه بگدا پول میدن یا نمیدن، سر کارشون هستن، استاد دانشگاه هستن، یه جوری با سیستم تعامل میکنن، اونا رو من نمیدونم و نمیشناسم. دل من چرکینه، من دورم و فکر میکنم راه خیلی دوری رو داریم. بسیار خوب. برای آخرین سوال از شما میخوام یک سوال متفاوت بپرسم. تفریح و غذای مورد علاقتون چیه؟ غذای ایرانی رو من همه رو خیلی دوست دارم. از غذای آلمانی، غذایی که مال زمان گرسنگیشونه و جاندار هستن دوست دارم. از مریضاییم که میان پیشم از زمانهای گرسنگی و جنگ صحبت میکنم، از غذای اون موقعشون میپرسم. گاهی که کنسروهای قرمه سبزی و خورش قیمه اینجا میخورم، عکسشو تو فیسبوک میذارم، دوست دارم. و تفریحاتم بیشتر کوهنوردی، اسکی، طبیعت، فیسبوک، عکس برداری، مطالعه است و بیشترین علاقم وارد شدن به دنیاهای مختلفه، دنیایی که بهشون راه ندارم، دنیای کارگر شرکت نفت در اصلویه یا اصلویه، دنیای فراری از آلمان شرقی که روی یخ قلق خورده اومده، انسانها رو بیشتر از همه دوست دارم. بسیار درود بر شما دکتر شوبری عزیز و با سپاس از اینکه به ما پیوستید. امیدوارم که در آینده دوباره با شما نشست خواهیم داشت. متشکرم. سپاسگزارم. خیلی هم ممنون. سپاسگزارم دکتر جان.